درباره شیخ البانی کوتاه هم باشد کمتر معلومات میدادید، زیرا که بعضا امر معروفات در نسبت اون کس تنقید میشنویم. از همین لحاظ میخواستیم از زبان شما فهمیم. مسئله شیخ ناصرالدین البانی، این کس اصلا از کشور البانیا هست، امروز واقع در اروپا. البانیا همسایه های کسوف و نزدیک به ایتالیا در همون جاها قرار دارد. یک طرفش نزدیک به گریتسیا، یونان قدیم. البانیا امروزها تقریبا 60-70% مسلمان است. اینا شاید در زمان خلافت عثمانی ها اسلام قبول کردن، بنابراین مسجد های البانیا به طریق مسجد های ترکی ساخته شده است. در زمان عثمانی ها ساخته شده است اصلا اکثریتش. یک 2 سال پیش سفر کرده بودم به البانیا. این کس اصلا از همین کشور، ولی وقت جنگ میشد همراهی پدرشون هجرت میکنن به سوی دمشق. و البانیا حنفی مذهب است. مذهب البانیا حنفی هست، چون که اونا در دست ترک ها اسلام آوردگی هستند و بسیار رسم و رسوم ترک ها در آنجا جاری هست. و وقتی که به دمشق می بیایند، بعد در دمشق علاقه ملت سوریه زبانش عربی هست، اینا زبانشون البانیگی هست. بعد زبان عربی را تعلیم میگیرن. پدرشون یکی از ملاهای حنفی بود، علم میگیرن، دانش میگیرن و همین گونه یعنی به درجه رسیدن که یک عالم شدن، خاصتا در علم تخریج. علم تخریج یک نوع علمی حدیث است. 6 شاخه های علمی حدیث است، یک شاخهش علم تخریج هست. در علم تخریج واقعا امام شدن. لیکن مثلا در علم فقه بعضی فتواها دارن که دیگر علما قبول نکردن، رد زدن و این یعنی شأن دیگر علما هست. اصلا ما و شما باید سخنی بد به علما نگوییم. اگر چی خطا کردن اونا ثواب میگیرن. فتوایی که خطا دادن عمل کرده نمیشد. و فتوای خطا عمل نکنید، و سخن درستشان عمل کنید. همین گونه همه عالما و عقیده اهل سنت و الجماعت نسبت علما سخنی بد نگفتن. و امام طحاوی هم عقیده امام ابو حنیفه و صاحبینشان قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی را بیان کرده، گفتن که و علماء السلف من التابعین اهل الخیر والاثر و اهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجمیل فمن ذكرهم بسوء فهو على غیر السبیل. و علمای گذشتگان از تابعین و آنهایی که بعد آنها آمدن، خواه اهل اثر باشن یعنی خواه اهل حدیث باشن، خواه اهل رأی باشن یعنی اهل فقه باشن، خواه آنهایی که به حدیث عمل میکنن، خواه آنهایی که به فهم و به فقه عمل میکنن، خواه فقها خواه محدثین باشن، لا یذکرون الا بالجمیل، آنها فقط با نیکی ذکر کرده میشن. وقتی نام عالم را گرفتیم به نیکی ذکر میکنیم. لا یذکرون الا بالجمیل فمن ذکرهم بسوء، کسی که اهل علم را بدی ذکر کند فهو علی غیر السبیل. آخر بعض آدم ها خودش دیروز به زور نماز خوان شده، سازه همین نمازش هم از الله اکبرش تا السلام علیکم و رحمت الله یک دنیا خطاگی میوبید. وای فلانچی فلانی بودو، فلانچی فلانی بود. و تو کی بودی دین به زور نماز تعلیم گرفتی، حالی در نمازات خطاگی هست. پدرت از دنیا بی نماز گذشت، پدرت عرق نوش بود. بعضی آدم ها همین خیل، من به چشمم دیده است، مادرش زیناکار بود، آمده در مدینه 5 ماه خوانده نخوانده الکی به علما طعنه میزدن. این راهی نادرست است. شما بهترین آدم حالی مانده است که علما اون طرف ایستاد، مسلمان ها
بهترین آدمی با عقل آن آدمیه که من اشتغل بعیبه عن عیوب الناس، با عیب خودش مشغول شد از عیب آدم ها. اگر همین یگان آدمای عیبش یافته نشید یه دفتر گیرید و عیب خودتون رو نویسید. یک استادمون 60 ساله بودن، بار یک درس تشکیل کردن و گفتن که اصل این درسی که من به شما میدهم، گفتن باری از سفر برگشتم آدم واقعا از سفر وقتی که برمیگردد با فکرهای نو برمیگردد، خاصا آدم ایجادکار، آدمی که یک هدف دارد، آدمی که زنده دل هست، از همه چی عبرت میگیرد. از سفر وقتی که بازگشتم آمدم یک دفتر را گرفتم و خطاگی هایم را جمع کردم، یک 2-3 دانه یافتم. بعد از همسرم پرسیدم که در من چی خطاگی میبینی؟ آدم خطاگی خودش نمیبیند. بنابراین در بعضی حکمت ها آمده است که مومن برای مومن مثل آینه هست، آدم در روش چی چیرک است نمیبیند، لیکن با آینه نگاه میکنه میبیند. گاه عیب آدم برای خودش معلوم نمیشد، برای دیگرها معلوم میشد. باید آگاه کنید و این چون این خوب است. مثال آوردن، حتی گفتن که اگر تو از مدینه به مکه رفته ایستادی و به یک جا مثلا فراموده زپرافکه کردی، ناگاه در همون زپرافکه یک استا ماشینت رو دیده ماند و گفت که فلان جای ماشینت رو عوض کن که اگر نکردی در راه میمانی. گفت یعنی عیبی ماشین شما گفت، همین استا واقعا راست گفت، عیبی حقیقی را گفت، واقعا بوده همون عیب. وقتی برده کشف کردن همین عیب است، وقتی اصلاح کردن، وقتی زبچست قدیمه را دیدن که شاید دیگر 20-30 کیلومتر میرفت ماشین خراب میشد یا به صدمه دچار میشد. به همین استای عیب یافتگی چی میگویید؟ رحمت میگویید یا لعنت میگویید؟ گفتیم رحمت میگوییم. همین گونه آدم باید از آدمی که خطاگی او را مییابد، بلکه علما در کتاباشون در آخراش می نویسن که این کتاب رو من نویستم، اگر هرچی حق است و راست است این از الله است، اگر کمبودی هست از شیطان است و از کوتاهی علمی من است و کسی به من خطایی مرا هدیه کند میگفتم من از او منتدار میشوم. کسی به من خطاگی مرا تحفه کند، یعنی در همین فلان صحیفه خطا کرده گفته اگر نوشته فرستاند گویا که به من تحفه کرده است. بنابراین یعنی از همسرم پرسیدم که من چی خطاگی ها دارم در نظری تو؟ از یار و دوستای نزدیکی هم بسیار هم نشست میشیم، همین خیلی جمع کردم، با همین خیلی کفتم خیلی جمع کردم. بعد همون خطاگی ها رو آوردم، بعد اصلاح همون خطاگی ها رو. اگر منم گاه بعضی آدم ها میبیاد از شاگردا و دوستان میگوید فلانی هم خیلی عیب داره، میگم یه دفتر خریده بیا عیبای خودت نویس، میگم نمیکند همین کار. یعنی که بهترین آدم اون آدمی که عیب خودش کتی مشغول شد. از عیب اون عالم شما روزی قیامت پرسیده نمیشید. بله همه عالما خطا کردگی هستن، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران. اگر حاکم یعنی عالم اجتهاد کند، قاضی عالم اجتهاد کند و به ثواب رسد، یعنی فتوای درستی 2 ثواب میگیره، اگر فتوای نادرستی 1 ثواب میگیره. اون در فتوای نادرستش هم ثواب میگیرد، شما گناهکار میشید. ابن عساکر گفتن که ولحوم العلماء مسمومه و عادت الله فی منتهکهم معلومه. گوشت علما زهرآلود است. و الله تعالی در سوره حجرات ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. شما دوست می‌دارید که گوشت برادر خودتان را در حالت مرده بودنش بخورید؟ یعنی غیبت الله تعالی به همین مانند کرد که اگر شما یا برادر مسلمان رو غیبت کنید گویا در حالت مرگش بعد مردنش گوشتی همون خوردید. گوشتی آدمیزاد دلناکش است، حرام است خوردنش. از نگاه شریعت حرام است خوردن گوشتی آدمیزاد، خاصتا با مردگیش. یعنی مردگی انسان گوشتش خوردن خوب دوست می‌دارید. فکرهتموه. الله تعالی که شما بد دیدید همینه. یعنی غیبت هم همین خیل.
بنابراین گفتن که غیبتچی دهانش بوی بد میکند، برای اون که کسی گوشت میخورد دهانش بوی بد میکند اگر نشوید. خب و گوشتی برادری مسلمان ضرر میکند، چون که هر چیزی که خوردنش حرام است و ضرر میکند. لیکن اگر زهرآلود باشد چی؟ زهر میکشد آدمه. گفتن که گوشت علما زهرآلود است. برای همین راحتون که راست رفتن گریتون و یکان عالم گنده نکنیتون. خطاگی خودتون یک دنیا، خطاگی فرزنداتون یک دنیا، خطاگی پدر و مادراتون یک دنیا. همون اصلاح کنید. الله تعالی شما از خطاگی البانی و ابو حنیفه و بخاری و ابن تیمیه و نمیپرسد. آنها چی خطا کردن کنی فلانی اینجاش اینجی نیست. خیلی شما از خطاگی خودتون پرسیده میشید و ما به اون درجه نرسیدید که خطاگی علما را یابید. مثلا در وقتی فتوا گفته میشد این فلانی ها در همین فکر رفتن، الله همه آنها را رحمت کند، فلانی ها این فکر را گفتن، الله اینها را هم رحمت کند. لیکن در نظر بنده فکر اینها به حقیقت نزدیک است، لیکن با همراهی آداب و اخلاق و ترحم و جهت مخالف. مثلا گفتیم که ابو حنیفه و مالک راست گفت، درست فتوا دادن، شافعی و احمد خطا فتوا دادن. مثلا در یک مسئله میگم که اینها خطا فتوا دادن، الله تعالی اینها را رحمت کند، اینها درست فتوا دادن، الله تعالی اینها را رحمت کند. در دو حالت آنها سزاوار دعای نیک هستند. لا یذکرون الا بالجمیل، فقط با نیکی ذکر کرده میشن. فمن ذکرهم بغیر خیرین فهو علی غیر سبیل، کسی که بغیر نیکی اگر نام عالما را گیرد در راه راست نیست. الله اعلم.